سوره طه، سوره کلیم هم نامیده میشه. داستان عجیبی موسی علیه السلام، کلام الله متعال با موسی علیه السلام شده. 45 سورت است نزول خود که قبل از سوره واقعه و بعد از سوره مریم نازل شده. مریم پیش هم بود و نه؟ این سوره ارتباط قوی با سورت مریم داره. در سوره مریم الله شبهاتی که سر توحید وارد شده بود الله رد کرد دواره با دلایل. در این صورت الله شجاعت میده، ترغیب میده به سوی دعوت. دعوت دید کی؟ دعوت توحید. توحید نگذار ولو که در مقابل ظالما جابرا موجود بود. آرام نشی. موسی علیه السلام آرام ننشسته، تو چرا آرام میشینی؟ یا ما قبل الله دمی آخر بر ما بیان کرد و کم اهلکنا قبلهم من قرن، بسیار قوم را ما هلاک کردیم. الله متعال در این صورت نمونه شب بر ما بیان میکنه. کدام قوم؟ فرعون. زمان سرکشی کرد، دعوت موسی علیه السلام نپذیرفت، الله متعال مکمل در دریا غرق کرد. چه تو درس بگی ازی. موسی علیه السلام با دلایل واضح آمده، چرا رای انحراف و رای ضد بازی را در پیش گرفته؟ اگر تو در مقابل رسول الله همینطور کردی، همین قسم الله متعال تو هم چی میکنه؟ تباه و برباد میکنه. در اول سری صورت الله متعال دعوت به سوی چیست؟ حالات پیغمبر علیه السلام. مشرکین میگفت عجیب است، سری پیغمبر غم نازل شده، غم وحی نه غم نازل شده، یک دقیقه بردکه بیچاره آرام نیست. این چی رقم سرفرازی را الله برش داده؟ چی رقم نبوت است؟ یک آدمی که کلی عمرش در مشقت دیر میشه، این شب و روز در مشقت است. الله متعال ای را جواب میده. پیغمبر علیه السلام بسیار حرص داشت، تلاش میکرد، محنت میکرد که اسلام بیاره، قوم اسلام بیاره، دعوت گسترش پیدا بکنه. الله متعال میگه پیغمبر خدا ما قرآن بر سری تو نازل نکردم که تو رنج بکشی، در تکلیف واقع شوی. مسئولیتی تا ادا کو دیگه، گپ بگذار به الله. سری توی نیست که مردم کلگی مؤمن شوه، کلگی مسلمان شوه. سری توی گپ نیست، تو مسئولیتی تا ادا کن، خلاص دیگه را بگذار. الله میدانه کارش. سوره طه را خو میفهمی، سوره که عمر رضی الله عنه را چی کرده؟ مسلمان ساخته. در خانه داماد خود میره، سعید ابن زید رضی الله عنه، خانه همشیریش از فاطمه نام داره رضی الله عنها. در دمی رایش کی روبرویش میاد؟ نعیم ابن عبدالله میآید کی تعلیم میداد در خانه دامادش. کدام صحابی بود؟ خباب ابن ارت رضی الله عنه، ماشاءالله. او تعلیم میداد. واقعی از او را کمال خودتان بارها شنیده. الله متعال چی انقلاب را میاره. پیغمبر علیه السلام دعا میکرد اللهم اید الاسلام بکی بی ابی الحکم ابن هشام. ابو جهل او را ابی الحکم میگفت، اقدر فیصله قوی میکرد، پدر فیصله ها پدر فیصله ها. اما زمان اعراض از دین کرد، الله متعال نامش مشهور به چی کرد؟ ابی جهل. ابو جهل شد، جهل شد. و باز میگفت چیست؟ عمر ابن الخطاب. زمانی که عمر رضی الله عنه ایمان میاره، امی خباب ابن عرط رضی الله عنه برش بشارت میده که از رسول الله شنیدم که دعا میکرد و خوشبخت باشه بری تو، که دعا در حق تو چی شده؟ قبول شده. چه رقم خواهر بود؟ خواهر امروز واری بود. فاطمه کدام فاطمه بود؟ قدر برادری کافر خدا میکنه؟ و میگه که کلام الله متعال است، به تو واری مشرک و نجس نمیزیبه که در دست داده شوه. او را مشرک و نجس میگه. او ترخواه اسلام اینقدر عزیز بود، اینقدر محبت داشت. امروز ما به خاطر بیادر کافر میشیم، نعوذ بالله. به خاطر خواهر هر چیز دین خود از دست میدیم. او وقتا اینطور نبود. اسلام بود. بسم الله الرحمن الرحیم. طه. والله این حروف مقطعات است. الله خوب عالم است به اصل مطلب ازی. بعضی میگه خطاب پیغمبر علیه السلام است به نام ای مردکه، ای حبیبی ما. کسی نام پیغمبر میگیره لیکن این معناها تاویلی است،
معنای حقیقی نیست. ما انزلنا علیک القرآن، روان نکردیم بالای تو، فرو نفرستادیم بالای تو القرآن، قرآن کریم، لتشقا، که تو در مشقت واقع شوی، در رنج و تکلیف واقع شوی. قرآن به این خاطر ناوردیم که کسی ایمان نمیاره تو دیگه خدا میخوری او میکنی، نه، الا تذکرتا، مگر نصیحت است، لمن، برای کسی که یخشا، ترس داره از آینده و عاقبت خود، ترس داره که مبادا ما سرنوشت خراب برم بیایه. قرآن تذکره است، تذکره یادآوری میکنه امو فطرت خفته را الله متعال در فطرت هر انسان تو عقیده توحید گذاشته. قرآن تذکیر و یادآوری امو را میکنه، تو را متوجه میسازه، قرآن تو را متوجه میسازه. این نکته خیلی باریک است. چرا؟ یقین بالله بکنی سالا مدرسه ها خوانده شد، درس ها، لیکن تفسیرها خوانده میشد، جلالین، بیضاوی، الله، لیکن اصلی مطلب کتاب الله توجه برش نمیشد، بیان عقیده یکتا پرستی الله متعال نمیشد. دعا بکنی به شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله، دعای زیاد بکنی به شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله، عقیده توحید الله را واضح کرد، روشن کرد. و بعد از علمایی که دنبال عمل کردی این مردم رفتن و یقینا او استازایی که در پاکستان ترجمه ها را رواج کرد، خصوصا در ماهای مبارک رمضان، الله قبرایشان اگر وفات کرده منور بگردانه، اگر زنده است الله عزت و سرفرازی زیاد نصیبشان بکنه. یقینا که متوجه نبود، بسیار علما درس ها را خوانده بود، جلالین واقعات اسرائیلی را فقط یاد گرفته بودن، اصلی مطلب کتاب الله برش معلوم نبود، توجه نمیشد به این کتاب الله متعال. بسیار بلالی مدرسه را فارغ است، ترجمه نمیتونه. چرا؟ توجه نکرده به این کتاب الله. توجه به کتاب الله برکت میاره. شما عوام هستی، عوام سری خود التزام بکنی، چند زمستان و چند رمضان مبارکه، باز بعد از او وقتی که به مجرد مولا امام قرائت میکنه در ذهن تک معنایش آمده رایسته، یک الف بیرم نخوانده. قرآن همی قدر کتابی پر برکت است. خواهرها و برادرای ما که میگه ما میستیم نمیفهمیم، بیا تو بیا نشسته برو، باز بعد از او معلوم میشه، باز نتیجه گیری بکن. قرآن کتابی پر برکت است. الله در زبان دی تو رو بشانه، معنای ازیره که هیچ پرسان نکو. تنخوکی تذکرتن یادآوریست، ذریعه بیداریست، لمن، برای کسی که یخشا، قابلیت ترس داشته باشه، هر کبری و مغرور نه، و کسایی که خود میگه من مستغنیستم ضرورت به قرآن ندارم، او را نه، کسی که قلبش خشیت داره، ترس از الله متعال داره. تنزیلا ممن خلق الارض، قرآن خو به این خاطر آمده که پیغمبر در مشقت واقع نشوه، قرآن به این خاطر نآمده که ما در مشقت واقع نشویم، فقط یادآوری شوه برای مخلوق ایمان میاره نمیاره، میفهمه نمیفهمه، کار ایمان است. این کار ایمان است. پیغمبر علیه السلام میگه کاری تو نیست. عالی بیان میکنه که کتاب از کدام ذاتی آمده، تنزیلا نازل کرده شده، ممن، از طرف او ذاتی که خلق الارض، زمین پیدا کرده، و السماوات العلا، آسمان های بلند و بالا را او پیدا کرده. این کتاب او ذات است. قدر و منزلتی کتاب میدانی یا نمیدانی بنده؟ این کتاب میفهمی کتابی کیسته؟ از فکرای آلوده جور نشده انسانی که در ماحول محیط تعصب، در ماحول محیط آلوده از رسومات و بدعتا و شرکا، مفکوره و قانونی مردم نیست. دنیا که هر قدر قوانین جور کرده، چکیده ذهن انسان است. انسانی که متعصب است، ضد داره، عناد داره، انسانی که دشمنی داره، حقیقت و عدالت ما رعایت نمیکنه، انسانی که متاثر از ماحول و محیط است، انسانی که متاثر از خرافات و بدعات است، از آلودگی است. آلی قانون انسان حتما آلوده به اینمی نقصان و عیب است، بالکل است. علم به ما بعد خود نداره، مصلحت و اموری دقیق و باریک نمیفهمه. قانون انسان خیلی قانونی خوب است یا قانون الله؟ باز مردم پشت دموکراسی دویده رویست. الرحمن علی العرش استوا، پروردگار سر عرش استوا، برابر شد، استوار شد،
جلوه فرما شد، کلی معنا در لغت عربی آمده او برای الله ثابت است. رحمان الله را میگه عرش، تخت میگه استوا، برقرار شده میگه. این معنا را اینمی مقصد الله متعال در کتاب خود برای خود کرده، برای خود کرده. حق نداریم ما در این تاویلات بکنیم، این طرف و طرف بزنیم، تشبیه بکنیم، تمثیل بکنیم، تعطیل بکنیم، تاویل بکنیم. نه، مسلک سلف صالح است، عقیده اهل سنت والجماعت. هر صفتی که برای الله در قرآن در حدیث صحیح آمده، امو رقم که آمده امو رقم ثابت کن. اگر برای الله عین آمده چشم، برای الله قدم آمده است، ساق آمده، برای الله متعال دست آمده، وجه آمده، کل شب الله ثابت کن، لیکن سری خود قیاس نکن. الله است، تو توستی. مشکل پیدا نکن، مشکل تو داری، الله نداره. الله نداره مشکل. این عقیده سلف است. عقیده سلف امیسته. پیش امام مالک رحمه الله یک کسی میآید، از پیشش سوال میکنه که در موردی آید که الرحمن علی العرش استوا، چی عقیده است؟ امام مالک میگه الاستواء معلوم والکیفیت چیست؟ مجهولة. خود استوا معلوم است، برابر شدن الله متعال بالای عرش بالکل معلوم است، لیکن کیفیت مجهول است. ما کیفیتش بیان کرده نمیتونیم. والسؤال عنها بدعة، سوال از این بدعت است. چرا امی قدر عمر نه صحابه سوال کرد نه تابعین سوال کرد؟ آلی در دوران تابعین اینطور مردم پیدا میشه، این سوالا را میکنه. از دو خاطر بدعت است. کدام کار و امری که در زمان صحابه تابعین پیغمبر علیه السلام نشده امروز تو پیدا میکنی، این بدعت است. بعد از او چی گفت امام مالک رحمه الله؟ الله این مرد کرد زود از مجلسی ما بکشی مبتدی را. چرا بدعت کرده؟ صحابه سوال نکرده بود، بس قرآن تلاوت کردن، معنا را فهمیدن، ای را فهمیدن که هر چیزی که برای الله ثابت است مناسب حال خودش است، مناسب شان خودی الله متعال است. قیاس سری مخلوق. مشکل که به ما پیدا میشه وقتی پیدا میشه که صفات الله را سری خودی الله را سری مخلوق قیاس میکنی، اگر نکنی پیدا نمیشه. چرا؟ امور رقم که لایق شان کیست؟ الله متعال است. عرش میشناسی؟ فوق کل کائنات، بزرگتر از همه مخلوق، بزرگتر گسترده تر از همه مخلوق، پهنش کلی آسمان دنیا و اما کرسی را گرفته، او فوق از کل مخلوق. الله متعال فوق عرش، الله متعال فوق عرش. عقیده اهل سنت والجماعت است، عقیده مهم است. لیکن وحدت الوجودیا پیدا شده. شاگردای ابن عربی میگه الله در هر جا است، در وجود سگ هم است، در کنارا هم است، نعوذ بالله، در جانب شک و سگ هم است، نعوذ بالله. این عقیده کفر است. عقیده چیست؟ کفر است. الله سر عرش است. الله در هر جای امرای هر کس به اعتبار علم و قدرتش است. هیچ کس از قدرت الله بیرون شده، از علم الله بیرون شده. این موضوع عقیده است، یک کمی در اینجا متوجه باشه، این گپ یاد بگیره. در صفات الله متعال سه تقسیم میشه. چند؟ سه تقسیم. اول تقسیم صفات الله چیست؟ یا ثبوتی است یا سلبی. صفات ثبوتی ایره میگه که به الله ثابت است، از الله قطعا نفی نمیشه. حیات، علم، قدرت، مالکیت، این کلش ایره صفات ثبوتی میگه. صفات سلبی او چیزی که دلالت بالای عیب و نقصان میکنه از الله چیست؟ بالکل پاک است، هیچ به الله ثابت شده نمیتونه. دوم تقسیم در صفات الله میشه، صفات ذاتی، صفات فعلی. صفات ذاتی را میگه که از الله منفک نمیشه، باز همی علم و حیات و بگوی قیومیت و تصرفیت و قدرت و سمع و بصر و ای گپا. او یکی فعلی است. صفات فعلی او را میگه که از الله نفی شده میتونه. الله میمیرانه، باز چی میکنه؟ زنده میکنه. غضب میکنه؟ نمیکنه. رحم میکنه. بس این صفات فعلی الله متعال است. سوم تقسیم در بین در مورد صفات الله متعال کدام است؟ سوم تقسیم در مورد صفات الله متعال است که صفات باز یا دو قسم تقسیم میکنه. یکی صفاتی است که در متعلق ذات است،
یکی صفات است که متعلق چیست؟ مخلوق الله متعال میشه. متعلق ذات الله مثل نمی حیات و گپا. متعلق مخلوق که میشه یعنی تعلق با مخلوق داره. تعلقش مثل رضا، غضب، احیا، اماتت، این کلش متعلق کی میشه؟ مخلوق. یعنی اینمی صفات در ذات الله تعلق به او داره، خب متعلق به مخلوق الله میشه. این تقسیمات علمات در صفات الله میکنه. اما راه اسلم، راه بالکل که هیچ نوع خلل در او نباشه، راه صحابه کرام و سلف است. و در مورد صفات الله تقسیمات ها رب نمیکنه. میگه هر صفتی که در قرآن و در حدیث صحیح برای الله ثابت شد ثابت کن، بدون تعطیل، بدون کیف، بدون تمثیل، بدون تشبیه، بدون تاویل. تعطیل چرا میگه که هیچ نعوذ بالله قائل نشوی که الله صفت داره، میگه این صفت داره ثابت نیست. این فرقه ها موجود بوده او زمان، عالم شاید بعضی کسا باشه. تمثیل نمیکنی که برای الله مثال بیان کنی، بگویی که نه وقتی که ما و شما در پیش پاچا میریم واسطه کار داریم، به الله خیر وقتی که دعا میکنیم واسطه میکنیم، این قبرها را یا اولیاء را واسطه میکنیم، به الله مثال بیان نکن. فلا تضربوا لله الامثال. تمثیل نمیکنی در صفات الله متعال، تشبیه نمیکنی، صفات الله را مشابه کائنات مخلوق نمیکنی، تاویل هم نمیکنی در صفات الله متعال. چطور که معنای ظاهری شق غیری دیگه معنا بگیری؟ تکیف هم نمیکنی، کیفیت صفات الله را بیان نمیکنی. الله سریع فوق عرش است، چی رقم است و ما معلوم. اینی کلش مربوط عقیده میشه و این ما باید عقیده داشته باشیم. له ما فی السماوات، در اختیار الله متعال است آن چیزی که در آسمان است، و ما فی الارض، آن چیزی که در زمین است، کلش در اختیار و تصرف الله متعال است. و ما بینهما، آن چیزی که در بین آسمان و زمین است. کابل هم دی آمد، ترکستان هم آمد، فضا هم آمد، بحر هم آمد، کلش. کوی قاف هم آمد، کوی بگو غیر قاف هم آمد. کلی از یاد در اختیار کیست؟ نه در اختیار عاشقان و عارفان، نه در اختیار پیران پیر صاحب، نه در اختیار سخی صاحب، نه در اختیار کدام کسی دیگره. نه غوث است، نه اقطاب است، هیچ کدام از جا وجود نداره که قطب بس یک سری دنیا را او گرفته. غوث است، فریاد رسی مردم، مشکلات مردم پورا میکنه. این منافات با آیت کتاب الله داره. له خاص برای الله ما آن چیزی است فی السماواتی که در آسمان است، و ما فی الارض که در زمین است، و ما بینهما که در بین هر دویشان است، و ما تحت الثری، آن چیزی که در زیر زمین نمناک است. زمین که پایین میره نمناک است، در زیرش هم است. از قدرت الله، از اختیار الله بیرون نیست، کلش در تصرف کیست؟ قرآن اینطور میگه. مردم کابل میگه عاشقان و عارفان در اختیاری چی؟ کابل در اختیاری عاشقان و عارفان است. هر دشت و بیابان متصرف داره. چی داره؟ متصرف داره. کدام متصرف؟ و این تجهر بالقول، ایخو اختیارات و ملکیت الله متعال بود. بیا دیگه علمیت الله. بارها براتون گفتیم که وقتی الحمدلله میگیم کل صفات کمال مخصوصی کیست؟ صفات کمال رجوعش به دو صفت میشه، یکی تصرف قدرت تکوین، و یکی چی؟ علم محیط. آلی علم محیط است. و این تجهر بالقول، اگر تو بلند نکنی با گفتاری خود، آواز سخنی خود، فانه یعلم، الله میدانه، السر، گپای پنهانه که یکی با دیگه گوشکانی میکنه، و اخفا، از او کدام پنهانتره که با امرای کسی نگفته لیکن در دل دور داده ای. ایرم الله متعال چیست؟ خبر و آگاست. یک چیز از الله متعال پنهان نیست. یک. بعضی مردم ها میگه سر مطلقی گپی پنهان میگه، اخفا و نمور میگه که تا آلی را در دل نامده آینده میآید. کدام تصمیم و گپی که در آینده داری تالی را در دل نامنده آینده میآید، پیش از پیش در قلب تو نامده، تو خودی داگاهی سرش نداری، اما به الله معلوم است. هر دوره شامل میشه، هر دوره. یک. سوم قول است که اخفایی را میگه، در ظاهر پیشی مردم خودم وانمود میکنی که خیلی متقیستم، ما به او سیاست سعی نمیکنم، اراده بد و غلط ندارم، لیکن اراده بد و غلط هم داری، او در گوشه گوشه سیام میکنی، مردم درک کرده نمیتونه، لیکن اخفایی را میگه تو از دیگه مردم پٹ میکنی، لیکن به الله معلوم است. کلی معانی را شامل است. الله کدام ذات است؟
چه قسم بشناسیم؟ لا اله نیست لایق پرستش و بندگی، نیست حاجت روا و مشکل کشا، نیست شفا دهنده روزی دهنده الا هو، بغیر از کی؟ الله متعال. لازمه تصرف برای الله روزی دهنده مشکل حل کننده یا است، وگرنه اصلی معنا مستحق عبادت. له الاسماء الحسنى، خاص برای الله اسماء حسناست و اسمایی که دلالت بالای صفات کامل میکنه. حسنا به مو خاطر میگه و اسمایی که دلالت بالای زیبایی میکنه، قشنگی میکنه، خوبی میکنه، مدح میکنه، ثنا میکنه، کمال میکنه، تکمیل میکنه. کل صفات مخصوص کیست؟ و هل اتاک حدیث موسی، آلی داستان موسی علیه السلام شروع میکنه الله متعال. تسلی میده بر رسول الله صلی الله علیه وسلم. پیغمبر در میدان دعوت سخت تکلیف ها را متحمل شده. الله داستان موسی علیه السلام بیان میکنه به پیغمبر علیه السلام. از داستان موسی علیه السلام برای خود درس بگی چقدر مشقتات تکلیف ها را متحمل شده. فرعون در مقابلش خستم، بنی اسرائیل مخالفت کرده. غم نکو، از قوم تا میخیزه، مخالفین دور بیگانان میخیزه، هر کس در مقابل تو میخیزه. گپی حق بزن، مخالفین برات پیدا میشه. اما یک گپ در نظر بگی، رای دعوت رای پرپیچ و تکلیف است، انجام و عاقبت کامیابی برای توست، مخالفینت مکمل تباه میشه. فرعون، موسی علیه السلام یک شخص است. چند شخص است؟ یک شخص است. فرعون تصمیم میگیره که موسی پیدا نشوه، حتی در دنیا نبیاید. چقدر چیسته اولادای بنی اسرائیل قتل کرده رایسته، اما الله متعال که میخواه که موسی را پیروز میکنه، در دامن زنش آسیه رضی الله عنها، در خانه خودش، بر رزق خودش، بگوی به پرورش خودش اونجا تربیه میشه. الهی تو ذات است تو را کی الله نصرت میکنه، نصرت میکنه. خلاص یک نفر از موسی علیه السلام بسته پاچایی فرعون مکمل تباه میشه. پیغمبر علیه السلام الله چی میکنه؟ تسلی میده. ای ابو جهلای تو نمیمانه، روزی فرا میرسه که ابو جهلا زنده به گور میشه. اینطور کسایی را بکشه که واد دو دانه طفل است، معاذ کی؟ معوذ. دو دانه طفل بازی را کشته رایسته. الله متعالی طور کسا را مسلط میکنه. با ما همینطور تنبیه است. این بشارت است انشاءالله. ای با ما خیلاوی کسایی که غر میزنه، الله متعالی توریا را تباه کنه که هیچ پرسان نکن. در موجه دنیای اروپا را خبر داری؟ از انگلستان مردم میاد از سوریه در جهاد، هم دختر هم بچه، فامیل بسته میاد. حال کل ترس دنیای غرب در چی پیدا شده؟ که اون مردم رفت اونجا تمرین جهاد کرده، پس اینجا ما را آرام نمیمانه. حالی دیگه در دولت شما در افغانستان برای شما نمیمانه. خب ایلم و دولت خدا پیرداری کنه، پیرداری. اونجا الله متعالی ترکسا را معاذ و معاوضه پیدا کنه که از بین ببره شاره. این انشاءالله هست. موسی علیه السلام نبوتش مشابه نبوت کیست؟ رسول الله صلی الله علیه و در وحی، در دعوت توحید، در مبارزه، در ای که مخالفینش خودگی و بیگانه میشه، چی کارا میشه، مجبور به هجرت میشه. الله در هجرت چی چیزا را برش نصیب کرده؟ به موسی علیه السلام و به پیغمبر. یا مجبور میشه و مجبور میشه، آخر الامر پیروزی کلش مثل که به موسی علیه السلام نصیب شده به رسول الله نصیب میشه.